سلام. با آغاز سال 1402 خامنه‌ای که با انواع بحران‌ها از جمله گرانی و تورم شدید و بالا رفتن قیمت دلار وارد سال جدید شده و هر لحظه هم میترسه که دوباره جرقه‌ای بزنه و نظامش رو به آتیش بکشه، دور جدیدی از روش‌های سرکوب رو آغاز کرد تا یه جوری ملت رو درگیر خودش کنه. در بین اهرم‌های سرکوب اونی که برای ولی فقیه همیشه دم دسته و خیلی هم خوش دسته قانون حجاب اجباریه که همونجور که خودش هم اشاره کرده خمینی هم سرکوب رو در همون هفته‌های اول از همینجا شروع کرد. امام در اولین هفته‌های انقلاب مسئله حجاب رو الزاماً و قاطعاً بیان کردن. جزو اوائل کارهای اوائل امام راحل رضوان الله علیه این بود. حالا هم حل خواهد شد انشالله. حالا چجوری حل خواهد شد؟ کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی است. خیلی از کسانی که کشف حجاب میکنن نمیدونن این رو، بدونن که پشت این کاری که اینا دارن میکنن کیا هستن قطعا نمیکنن. من میدونم. به هر حال این مسئله قطعا حل خواهد شد. پس تا به حال مشکل این بوده که ملت نمیدونستن. الان که تو گفتی قضیه حل شد، یا اینکه میخوای دوباره بند را بندازی و خانوم‌ها رو از تو خیابون جمع کنی که با زور باتون بهشون بفهمونی که دوباره یک مهسای دیگه تحویلمون بدی؟ اینجور که جست مسلط میگیری که چون امام همون هفته اول با چماق یا روسری یا توسری حجاب اجباری رو انداخت ما هم حل میکنیم، خودت هم میدونی که توش موندی، نمیتونی تند بری نمیتونی کند بری. بحث کشف حجاب ها نظام و دولت مردان در وقت مناسب خودش قوانین و مقرراتی رو انشالله وضع خواهند کرد و با این پدیده عرضم حضورتون مقابله خواهد شد. اما زمان و تشخیص زمان دست ما نیست. قطعا نظام با توجه به مسائل امنیتی، مسائل سیاسی و مسائل پیرامونی و نقشه‌ها و مشکلات اقتصادی به هر حال زمان خودش تدبیر خواهد کرد. خب پس تا اینجا معلومه که از یک طرف میخوان چماق حجاب اجباری رو بکوبن تو سر زنان میهنمون، ولی از طرف دیگه هم از ترس قیام 401 دستشون میلرزه که اگر تند برن دوباره همین چماق سرکوب برگرده توی سر خودشون. اینجاست که خامنه‌ای چون اوضاع خودش رو خیلی شکننده میبینه اومد با واسطه به نیروهای آتش به اختیارش متوسل شد که اونا یه کاری بکنند. واسطه کیه؟ یکیش پدرزن رئیسی و نماینده خودش در خراسان. به عنوان یک عبادت ارزشمند روز ماه رمضان نهی از منکر کنید، جلو فسق فاسق رو هم بگیرید ولو با شما هر برخوردی بشه. اگر با شما برخورد بد کردن، اگر رنج بردید اجر بیشتری دارید، ولو بلغ ما بلغ، هر چقدر برای شما گران و هزینه دار تمام بشه. این عالی ترین عبادت. یکی از بسیجیایی که احتمالاً خودش رو مخاطب این حرف‌ها دیده در همون روز فاجعه ماست پاشی رو خلق کرد که دنیایی از نفرت رو ایجاد کرد. به بعضیا باید گفت اگر نمیتونی آدم باشی لااقل حیوان بی‌آزاری باش. فضاحتی که این بسیجی توی این کلیپ 30 ثانیه‌ای درست کرد خیلی زود تبدیل به یک بمب خبری شد و انعکاس جهانی پیدا کرد. از اونجایی که چهره این بسیجی در فیلم مشخص بود، خیلی زود از طرف هموطنان شناسایی شد و معلوم شد که این فرد مصطفی عبدی یک بسیجی از نوشای علم‌الهدی است که قبلا مسئول ستاد نماز جمعه هم بوده. قبلا از این فیلم‌ها ازش بیرون اومده بود و به نظر میاد که از شغل کثیف سرکوب زنان پول در میاره. جلوی به نامنشون یه قفل دیگه رو رد بدید. اوکیه دارین نشون بده جاسوس. آشغال عوضی. ببین تمومه کار. همش صبح تو صحبت کن.
نگاه همش خیلی دارن حالا اسم میاد کنه ترات بری کلا شما اگر تو جانورشناسی استاد هم باشی بعضی‌ها رو نمیتونی تبیین کنی. این مصطفی عبدی یکی از این جانوراست. ارتباط این یارو با دم و دستگاه حکومت هم غیر قابل کتمان بود. بنابراین نظام تو جمع کردن این قضیه اساسی گیر کرد. اول مغازه رو پلم کردن که بلافاصله خبرش پیچید و به ضد خودش تبدیل شد. اینجا شاندیز، مغازه که با عامل بسیجی برخورد کرد، دیشب ساعت 11 شب اومدن پلمپش کردن. این هم پلمپ مغازش. بعد که دیدن همین پلم کردن بیشتر باعث داغ شدن موضوع شد، مجبور شدن فرداش فک پلم کنن و همین موضوع هم یه موجی از همدردی بین مردم با این مغازه‌دار ایجاد کرد و با خرید کالاهای این لبنیاتی مردم حمایت خودشون رو از اون نشون دادند. اینجا مشهد، ما رفتیم از لبنیات هاجرپور شاندیز خرید کردیم، خیلی شلوغ بود. در گام بعد رژیم برای اینکه قضیه رو جمع کنه از طریق دادستان ترقبه حکم جلب صادر کرد. حالا فکر میکنید برای کی؟ هم برای اون بسیجی وحشی که این کارو کرده بود و هم برای اون دو خانوم، یعنی هم برای ضارب هم برای مضروب. با اینجور احکام وضع طوری شده که میگن اگر آلیس بیاد تو این مملکت تازه میفهمه اونجا که قبلا رفته بود اصلا سرزمین عجایب نبوده، سرش کلاه گذاشتن. اما این اقدامات رژیم هم به جای اینکه آب روی آتیش اعتراضات مردم باشه، بیشتر به تنفر مردم از سرکوب حکومتی دامن زد و در زیر فیلم این ماجرا که بیش از 1 میلیون بار در شبکه اجتماعی دیده شد، ملت همدیگر رو به واکنش‌های جدی‌تر تشویق می‌کردند. چرا جایی که من هستم این اتفاقات نمیفته؟ یعنی قید دیه و دادگاه رو میزنم و کاری میکنم که اون یارو راه خونش هم گم کنه. همونجا بعد میکردنش تو بشکه خیارشور، درش هم میبستن. سگای ول علم‌الهدی و دار دستش خوبه که ته ماجرا از زیر دست و پای مردم جمعشون میکنن. بانوان محترم لطفاً یک عدد اسپری فلفل برای برخورد مناسب با بسیجی و ارزشی همراه داشته باشید. بعضی هم رد پای بسیجی ماستپاش رو در بقیه جنایات نظام شناسایی کردند. کسی که سطل ماست رو پرت میکنه به سمت دوتا خانوم، همونه که اسید پرت میکنه، همونه که تیر مستقیم به مردمش میزنه، همونه که حمله میکنه به مدارس دخترونه، همونه که خواهان اعدام معترضینه، همونه که 22 بهمن شرکت میکنه، همونه که زیر منبر خامنه‌ای میشینه. البته بعضی هم به تناقض‌های نظام در سوء استفاده از مسئله حجاب در همایش‌های حکومتی پرداختند که اونجا کسی دست به ماست نبود. اگه ولایی حکومتی باشی، مواد بیرون باشه، ترک موتور حاجی هم نشسته باشی، تا زمانی که پرچم حزب الله تروریست دستت باشه کاریت ندارن و ماست هم روی سرت نخواهند ریخت. اینم هست. چرا کسی رو سر این ماست نریخت؟ جمهوری اسلامی از ماست نمیتونه استفاده صلح‌آمیز کنه. بعد شما انتظار دارید از انرژی هسته‌ای استفاده صلح‌آمیز کنه؟ بعضی هم تاکید داشتن که حجاب تمام مشکل مملکت نیست و نباید این وسط مشکلات دیگه مثل گرونی فراموش بشه. این سیرکا تا کی؟ مردم ایران دیگه فهمیدن الان حجاب گذاشتن یا نه همه مشکلات مملکت حل شد. قیمت ماستی که ریخت 55,000 تومان بود. 10 سال پیش با این مبلغ میتونستی ساندویچ ساز برقی بخری. خلاصه این قضیه اینقدر فاجعه بار بود که دیگه مالکش‌های همیشگی نظام هم دستشون به ماله نمیرفت. اما با این حال برخی بسیجی‌ها و آخوندها تلاش‌هایی در این رابطه کردند که بیشتر خودشون ضایع شدند. من هر کی دیدم ویدیو ماست بازی رو گذاشته بود صدا نداشت. از کجا معلوم شده بی‌ادبی و کار اشتباه اون آقا به خاطر حجاب بوده و این دو شهروند سر چیز دیگه‌ای دعواشون نشده؟ 3 سوال. 1. داستان ماست چجوری از دوربین مغازه‌دار رفته تو کانال فلان؟ 2. ماست تو مغازه مگه درش بسته نیست؟ 3. ماست تو مغازه مگه توی یخچال نگهداری نمیشه؟ مردم هم در پاسخ به این سوالات انصافاً خلاقیت به خرج دادند، مثل این یکی که با کنایه این سوالات رو اضافه کرده. 4. مگه ماست رو ممنوع نکردن؟ چرا لبنیاتی داشت؟ 5. چه لزومی داره کارهای لوکس ماست در دسترس همه باشه؟
6. ماست اصلا چرا سفید بود که تو فیلم اینقدر واضح دیده بشه؟ سربازان گمنام امام زمان کشف کردن سطل ماست با در باز رو یه افسر ارشد موسی چند روز قبل گذاشت تو لبنیاتی و رفته. مثل اینکه خیلی وقت از تو خونه در نیومدی و یخچالای جلو باز رو تو فروشگاه ندیدی. ماست تو لبنیاتی سنتی ها درش بسته نیست. میری از یخچال برمیداری میدی به فروشنده، اون میذاره رو ترازو وزن میکنه و بعد درشو میبنده. وقتی فقط میخوری و میخوابی و یه خرید ساده هم نمیری، همین میشه دیگه. یک کاربری هم عکس همون ماست توی فروشگاه رو منتشر کرد تا نشون بده که در این لبنیاتی ماست درباز فروخته میشه. در فاز آخر هم وقتی دیدن که بعد آبروریزی برای نظام به وجود اومده، مثل همیشه تلاش کردن که قضیه رو بندازن گردن دشمنای نظام. هیچ بعید نیست این کثافتی که سطل ماست خالی کردم از خودشون باشه برای بدتر کردن اوضاع. یکی هم پیدا شد که از قول مانیتورینگ پایگاه بسیجشون اعلام کرد که این کار مجاهدینه. مانیتورینگ میگوید منافقین قصد دارن اسیدپاشی راه بندازن رو صورت بی‌اجاب‌ها و بندازن گردن نظام. اما مردم دیگه دست نظام رو خوندن و این جوابا رو دادن. فعلا اونی که به اسیدپاشی تشویق کرد و قاتلان محفلی رو تبرئه کرد شمایید. مانیتورینگ پرقدرتتون درباره مسمومیت دانش آموزان نظری نداره؟ درباره اسیدپاشی چند سال پیش اصفهان چی؟ شما همه چیز رو بندازید گردن دشمن خیالی و منافق و آمریکا و اسرائیل. کلا دشمن سازی به نفعتونه که کارهای بدتون رو بندازید گردن دشمن. کاش به جای گیر دادن به حجاب یه سطل ماست هم میزدید توی سر مسئولان دزد و مسئولایی که اینور میگن مرگ بر آمریکا ولی بچه‌هاشون زیر پرچم آمریکا قسم خوردن. در نهایت میشه گفت که سیدعلی در پیشبرد این خط سرکوب بدجوری تو گل مونده. نه روش‌های سرکوب علنی با نیروی انتظامی جواب میده و نه روش‌های سرکوب با وحوش آتش به اختیار. در عمل هم هر کدوم از این اتفاقات فقط اون رو یک گام در تعادل بین حاکمیت و مردم عقب میبره. وقت بخیر و خدا نگهدار.